چیپس خریدیم. بازم چیپس خریدیم. و بازم چیپس خریدیم. خب از اول بگو 4 تا بسته چیپس خریدیم. چرا این کار نمی‌کنی؟ چرا یه جور زوم شد تو درخت؟ شاید باورتون نشه بازم چیپس خریدیم. و اون هویجا چیه اون پایین؟ چرا نمیگی هویجم خریدیم؟ خب هویجم بگین دیگه. الان چند تا بسته هویج خریدیم؟ من واسم سوال شده. آقا چقدر چیپس میدید دست من دیگه جا ندارم که. چقدر طنز بود. چی بود آخه؟ من چی کار کنم الان؟ این چیپس ها رو واسه چی خریدین؟ بیشتر سوال تو ذهن من ایجاد شد به جای توضیح شما که خب چیپس خریدین، اونجا هویج خریدین، بعد تو صندوق سه چیزای دیگه بود. اینا رو واسه چی خریدین؟ میخوام باش چیکار کنین؟ چی کار دارین میکنین؟